درود بینندگان عزیز، به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز سه‌شنبه 12 می. بانک ملی تاجیکستان وعده داد که امروز شبکه کارت ملی را برقرار میکند تا ساکنان پشت در بانک ها نوبت پایی نکنند. با 100 و 200 تشخیص جلوی کووید 19 را گرفته نمی شود. سرایت شناسان ازبکستانی میگویند شماره تشخیص های کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی کم است. در دور اول باید در یک شبانه روز حداقل 34,000 نفر را از تشخیص کرونا ویروس گذراند. مهاجری کاری تاجیک را که از کرونا ویروس درگذشت در آرامگاه کنار شهر سنت پترزبورگ روسیه به خاک سپردند. از او 5 فرزند در تاجیکستان باقی ماند. بانک ملی تاجیکستان میگوید تا پایان روز شبکه کارت ملی را دوباره به کار می‌دارد و ساکنان می‌توانند مبلغ‌های خود را از بانکمات‌ها بگیرند. 2 روز باز این جانب ساکنان در تاجیکستان از کار برآمدن شبکه کارت ملی شکایت دارند و مجبورند برای گرفتن پول از کارت‌های همراه خود ساعت‌ها پشت در بانک‌ها منتظر شوند. روز 10 می یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه واسه نواری فرستاد که در آن نوبت پایی دراز ساکنان پشت در بانک برای گرفتن پول انتقال داده نزدیکانشان از خارج دیده می شود. مؤلف میگوید که این نفرانی هستند که چند روز باز نمیتوانند مبلغ‌های فرستاده عزیزانشان را بگیرند، حالان که در این شب و روز ساکنان بیش از هر وقت به پول نیاز دارند. در دفتر مطبوعات بانک ملی روز 12 می در صحبت با رادیو آزادی گفتند بنابر پیش آمدن نقص فنی در پایگاه‌های اطلاعاتی کار شبکه کارت ملی به مشکل دچار آمد. عبدالله غربتی خبرنگار 23 ساله آژانسی اطلاعاتی آزیا پلوس در دوشنبه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. به نقل خبرنگار چهره حمله‌وران را او ندید چون هر دو نقاب طبی داشتند و بعد فریاد زدن او از جای حادثه فرار کردند. عبدالله غربتی باور دارد که حمله اخیر به کار خبرنگاریش ربط دارد. وقت‌های اخیر به سراغ من تهدیدها و تحقیرهای هم شده بود و من فکر میکنم که این ادامه همون تحقیرها و همون تهمت‌هایی است که سر زده بود از همون عادی‌ترین کامنت ها در زیر مطلب هایی که من نشر میکردم. بینندگان عزیز، جزئیات حمله به خبرنگاری آژانسی اطلاعاتی آزیا پلوس را می توانید در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و هم تماشا کنید. گروه طبیبان ازبکستانی که چند روز قبل برای یاری رسانیدن برای پیشگیری از گسترش روزافزون کرونا ویروس به تاجیکستان آمده بودند میگویند تشخیص کرونا ویروس در تاجیکستان کم انجام داده می شود. به قول سرایت شناسان ازبک محض تشخیص سرتاسری در قلمرو تاجیکستان می تواند سرایت یافتگان را آشکار سازد و با راه از دیگران جدا کردن آنها می شود پیش راه گسترش این بیماری را گرفت. همکارم برات یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. طبیبان ازبکستانی که طی 3 روز اخیر کمک به همتاهای تاجیک خود در مقابله با کرونا ویروس در تاجیکستان را شروع کردند، جریان تشخیص و مشخص کردن گرفتاران بیماری کووید 19 در کشور را ناکافی می‌دانند. به قول سرایت‌شناسان ازبک، با تشخیص سرتاسری در قلمرو تاجیکستان می‌شود پیش راه گسترش این بیماری را گرفت. В Таджикистане сейчас не очень высоко поставлено. Получается, в сутки тестирование происходит там 100-150. در تاجیکستان حالا سطح تشخیص کرونا ویروس بلند نیست. فعلا از 100 تا 150 نفر در شبانه روز از تشخیص میگذرد. این کافی نیست. ابتدا در دور اول باید در یک شبانه روز حداقل 34,000 نفر را از تشخیص کرونا ویروس گذرانند. این با نظر داشت اهالی زیادی تاجیکستان طلبات کمترین است. ما فکر میکنیم این کافی است. تشخیص سری وقتی کرونا ویروس نقشی خیلی مهم دارد. Мы думаем, что это будет достаточно. Своевременная диагностика коронавируса играет очень важную роль. سرایت‌شناس ازبک میگوید در همدستی با مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان طرح تأسیس آزمایشگاه‌های تشخیص کرونا ویروس در قلمرو کشور را طرح‌ریزی دارند. اسکندر زیتوف گفت از آغاز پاندمی کرونا ویروس آنها در ازبکستان بیشتر از 30 آزمایشگاه‌های تشخیص کرونا ویروس تأسیس داده بیشتر از 1 میلیون نفر را از تشخیص گذرانیده‌اند.
Для начала, с поддержки Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, در آغاز با پشتیبانی وزارت تندرستی تاجیکستان ما وضعیت تشخیص کرونا ویروس را به واسطه در دوشنبه به اعتدال می‌دراریم. در دور دوم ما باید وضع تشخیص از کرونا ویروس را در منطقه ها ولایت ها به اعتدال دراریم. یعنی همه منطقه های مرزی تشخیص شوند و با کمک وزارت نقلیات انتقال سری وقتی نمونه تشخیص از منطقه ها به اعتدال درآورده می شود که در دوشنبه از تست کرونا ویروس گذرانیده شود. всех образцов на тестирование коронавируса в Душанбе. табибони ӯзбекистонӣ корро аз омӯзиши ҳамшираҳои шафқати тоҷик шурӯъ карданд ки бевосита бо гирифторони коронавирус сару кор мегиранд. мо аллакай ду раванди омӯзишҳо барои ҳамшираҳон иборат аз 60 нафар барои пӯшидани тарзи дурусти либоси ҳамун ҳимояи фардӣ омӯзиш гузаронидем ва 60 нафар мутахассисон кормандони миёнаи тиб омӯхта шуданд ва онҳо имрӯз метавонанд дар сатҳи ҷумҳуриявӣ дигар ҳамшираҳои тибро омӯзонанд то ин ки худашон гирифтори ин беморӣ нашаванд. табибони ӯзбек мегӯянд онҳо мустақим бо беморони гирифтори коронавирус дар тоҷикистон сару кор намегиранд ва рисолати аслияшон тавсия маслиҳат ва табодули таҷриба аст. бо дархости мақомоти ҳукумати тоҷикистон 8 нафар табибони ӯзбекистонӣ рӯзи 8 май вориди тоҷикистон шуданд. мақомоти ӯзбекистон ҳамзамон бо табибон 10 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, доруву дармон, маводи безараркунанда ва либосҳои ҳифозатӣ, инчунин 144 контейнери сайёри тиббӣ кӯмаки башарӣ фиристодааст. در آرامگاه در کنار شهر سنت پتربورگ روسیه مهاجری کاری تاجیک را به خاک سپردند. جهانبک ایدیبکوف مهاجری تاجیک در این شهر از بیماری کووید 19 درگذشته بود. پس از درگذشت او رادیوی آزادی با نزدیکانش در تاجیکستان هم صحبت شده بود و معلوم شد که در غریبی مردن هم آسان نیست. برای دفن او پولی بسیار ضرور شد و والدانش از کنسولگری تاجیکستان در شهر سنت پتربورگ کمک خواستند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده. روز 10 می در یکی از قبرستان‌های کنار شهر سنت پتربورگ روسیه مهاجر فوتیده تاجیک جهانبک عزیزوی 40 ساله به خاک سپرده شد. او چند روز پیش از بیماری کووید 19 به هلاکت رسیده بود. مراسم دفن عزیزوف بر پایه رسم و آیین مسلمانی دایر شد و در آن نزدیکانش که همراه با او در روسیه کار و زندگی میکنند اشتراک داشتند. هفته گذشته اثنای صحبت با رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، ایدیبک عزیزوف پدر این مهاجر فوتیده شکایت کرده بود که مقامات محلی سنت پتربورگ برای نگهداری جسد در سردخانه و جای در قبرستان از آنها پول طلب کردند. Sistem o dram nigo karisem ki kay ve analiz megiran analiz meten inodu in no mebaran ba ve guru chume kunan yok ki zamin nive unja qabriston chizshe mekharan. نامبرده از سفارت تاجیکستان در سنت پتربورگ روسیه کمک خواست و کنسول تاجیک دولت نظریزاده در صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی وعده داده بود که کنسولگری در یک جایگی با جماعت تاجیکان این منطقه خراجات دفن جهانبک عزیزوف را بر دوش میگیرد. بعد از اونی که پرواز هواپیماها قطع گردید ما مصلحت کردیم که شخصان فوتیده رو در همین جا به خاک میسپریم و انتخاب ما با قبرستان بیلاستروسک افتید. این یک قبرستان نو است در پهلوی شهر سنت پتربورگ قرار دارد. روز 11 می نزدیکان جهانبک عزیزوف با ارسال نوار مراسم دفن این مهاجر فوتیده معلومات دادند که پولهای جمع شده را برای تشکیل مراسم ویدا و آباد نمودن قبر عزیزوف مصرف می کنند. بخشی باقی مانده پول به اهل خانواده‌اش در تاجیکستان یعنی همسر بیمار جهانبک و 5 فرزندش فرستاده می شود. وقتی برنامه ما اینجا به پایان رسید، تشکر از شما که تا این دم با ما بودید. اخبار و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org خوانید و در ویدیو در یوتیوب ببینید. فردا صبح شما را با خبرهای نو و تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهبان شما.